سلام بینندگان عزیز، صبح بخیر. امیدوارم این صبح را با طبع خوش و بالیده آغاز کرده. عبدالله اشرف هستم. نویدی بامدادی روز پنجشنبه 6 دکبر را به شما تقدیم میکنم. نخست نظریه کنیم با وضع باد و هوا. بنابر پیشبینی باد و هوا سنجان، گرمی هوا امروز در شهر دوشنبه به 17 درجه خواهد رسید. بارش پیشگویی نمی شود، اما هوای تغییریابنده در نظر است. برعکس دوشنبه، حالا هوای شهر پراگ قرارگاهی مرکزی رادیو آزادی سرد است و در 2 درجه زیر صفر قرار دارد، اما در دوام روز تا 5 درجه گرم شدن هوا پیش بینی می شود. نویدی بامدادی را شروع کنیم از آن که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 26 دکبر پیام خود به مجلس عالی را ارائه خواهد کرد. این 17ام پیام امام علی رحمان به نهاد قانونگذاری تاجیکستان می باشد. یک منبع معتمد در حکومت تاجیکستان روز 5 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت آمادگی ها برای پیام رئیس جمهور به مجلس عالی شروع شده است. به قول منبع، در مراسم ارائه پیام بجز از وکیلان 2 پلته پارلمان، اعضایان حکومت نیز اشتراک خواهند کرد. در نظر است که این چنین پیام امام علی رحمان را در مؤسسه های دولتی و تعلیمی از طریق اکران های بزرگ تماشا کنند. پیام پرزیدنت به مجلس عالی همه ساله ارائه می شود و در آن نکته های اساسی فعالیت حکومت در سال آینده صدا می دهند. امام علی رحمان ضمن ارائه پیام در سال گذشته که بیش از 2 ساعت ادامه کرد، از بحران بانک ها، محصولات پست صفتی بازارها، چالش های امنیتی در شرایط امروزه جهانی و مسائل دیگر صحبت کرد. مهمترین نکته های پیام پرزیدنت در سال گذشته این بالا رفتن مزد مهنت و اعلان 2 ساله مراتوریا در سنجش فعالیتی صاحبکاران بود. بیننده ارجمند، خبر دیگری داریم از ولایت ختلان تاجیکستان. در ناحیه همدانی یک زن 35 ساله با جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است. ریاست مبارزه با گردش غیر قانونی مواد نشأه‌آور وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میجگانه محمد رحیموی 35 ساله را در ناحیه هممرز با افغانستان با اتهام قاچاق 22 کیلو مواد مخدر بازداشت کرده است. اتهامی که خود این زن و نزدیکانش اعتراف نمی کنند و میگویند که او گناه ندارد. میجگانه محمد رحیموی 35 ساله زاده دهه چوبکی ناحیه همدانی بوده، حالا ساکن دهه حسن آباد شهر اسفرای ولایت سوخت است. به گفته نزدیکانش این زن از راه آشپزی در آشخانه درآمد به دست آورده 3 فرزندش را بزرگ میکند. تفتیشات میگوید که محمد رحیموی 1 هفته قبل از بازداشتش از اسفره به همدانی نزد مادرش رفت، ولی به گفته پلیس هدفش قاچاق مواد مخدر بود. به گفته منبع، محمد رحیموی روز یکشنبه 25 نوامبر بازداشت و از او 22 کیلو چرس آشکار و مصادره شد. به گفته کارمند وزارت امور داخله که در این باره به رادیو آزادی خبر داد، 22 کیلو چرس در داخل خلطه آشکار شده است، اما این زن گفته است که این بار از او نیست. ضمناً این بار اول نیست که مقامات در جنوب تاجیکستان زنان را به معاملات غیر قانونی مواد مخدر بازداشت میکنند. دادگاه ناحیه باختر ماه اوگوست سال جاری رهبر امینوی 73 ساله را که در معاملات غیر قانونی مواد مخدر دست داشت 8 سال از آزادی محروم کرده بود. مقامات حفظ قانون میگویند به فرق از 20-25 سال پیش حالا دست به قاچاق مواد مخدر زدن زنان کمتر است، اما به اطلاع مقامات زندان ها از 339 زن که در محبس نارک ادای جزا میکنند، اکثریت برای قلابی محکوم شدند و برخی هم برای قاچاق مواد مخدر. و رو آریم به خبر دیگر. صبح امروز وزارت امور داخلی تاجیکستان خبر داد که کارمندان پلیس در ولایت سوخت مرد 43 ساله ساکن جماعت دهاتی ایوان تاجیک ناحیه کوهستان مسچاه را برای بابل حمله کردن به مرد 33 ساله دیگر دستگیر کردند. تفتیشات معین نموده است که دستگیر شده 14 نوامبر سال 2018 در نزد خانه استقامتیش با مرد 33 ساله مسچاه جنجال کرده، با بیلی در دستش بوده 1 مرتبه به سر او زده است. در نتیجه مرد جبر دیده جراحت وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اوید به این حادثه پرونده جنایتی آغاز گردیده. تفتیشات حالا ادامه دارد. بیننده ارجمند، رو میاریم به خبر دیگر و آنهایی که حالا تازه با ما پیوستند یادآور میشم که این نشر بامدادی نویدی بامدادی رادیو آزادی را میشنوند و من عبدالله اشرف آن را تقدیم شما میکنم. جانیش رستنبکوف سفیر نوی قرقیزستان در تاجیکستان تعیین شد. در این باره فرمان پرزیدنت این کشور سوارونبای
جینبکوف صادر شد. تا این دم میراسلاف نیازوف رهبری نمایندگی دیپلماتیک قرقیزستان در شهر دوشنبه بود. با یک قرار دیگری پرزیدنت قرقیزستان سفیر این کشور در ازبکستان هم دیگر می شود. در مقام سفیر نو ابراهیم جونوسوف تعیین می شود که 4 سال اخیر سفیر قرقیزستان در ترکیه بوده است. دانیار صادقوف سفیر سابق قرقیزستان در ازبکستان ماه مارس سال 2018 رهبری شعبه سیاست خارجی دستگاه پرزیدنت قرقیزستان را بر عهده گرفت. جنیش رستمبکوف که قرار است به تاجیکستان بیاید در وظیفه سفیر قرقیزستان در ترکمنستان کار کرده است. درباره این تغییرات مطبوعات قرقیزستان هنوز آخر ماه اکتبر خبر داده بود. میانه های ماه اکتبر در پارلمان قرقیزستان برخی وکیلان از کار میراسلاف نیازوف تنقید کرده گفته بودند در مرز قرقیزستان و تاجیکستان حادثه های زیادی مرزی رخ میدهند، ولی چنین بر نظر می رسد که در تاجیکستان ما سفیر نداریم. برخی از وکیلان منعقد گفتند که موقع سفیر قرقیزستان در تاجیکستان باید شدیدتر باشد. رستمبکوف 69 سال داشته سالهای مختلف در وظیفه‌های رهبری کننده از جمله وزیر حالت‌های فوق‌العاده و سفیر قرقیزستان در قزاقستان هم کار کرده است. بیننده ارجمند رو میاریم به خبرها از خارج تاجیکستان. دادستان ترکیه در رابطه با کشتار روزنامه‌نگار سعودی جمال خاشقچی در قلمروی کنسولگری شاهیگری در استانبول برای بازداشت 2 تبعی عربستان سعودی اجازت خواست. گمانبرها معاون پیشین رهبری خدمات استخبارات عربستان سعودی احمد اسیری و مشاور پیشین ولیعهد سعودی سعود القحطانی نامبر شدند. این 2 نفر بعد کشتار جمال خاشقچی از مقامهایشان برکنار شدند. مقاله نویس نشریه The Washington Post جمال خاشقچی که از منعقدان مقامات ریاض بود اولی ماه اکتبر امسال در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شد. مطبوعات ترکیه نوشت که در این کشتار احتمال مقامات بلندپایه سعودی و شخصا ولیعهد محمد بن سلمان دست دارند. امروز پرزیدنت 41 ایالات متحده آمریکا جورج بوش کلانی در ایالت تگزاس در کنار قبر همسرش بربره که سال روان درگذشت و دخترش که 50 سال پیش وفات کرده بود به خاک سپرده می شود. 5 دکبر مراسم وداع با جورج بوش در واشنگتن دایر شد. در آن پرزیدنت کنونی ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و 4 رئیس جمهور سابق آمریکا باراک اوباما، جورج بوش خردی، بیل کلینتون و جیمی کارتر حضور داشتند. پرزیدنت 41 ایالات متحده آمریکا 30 نوامبر در سن 94 سالگی وفات کرده است. رورم به خبر دیگر باز هم از خارج کشور دیروز در شهر بروسل وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو پیمان ناتو تاکید کردند که صرف نظر از افزایش تلفات در جنگ 17 ساله افغانستان در دراز مدت به تامین امنیت این کشور صادق خواهند بود. این اظهارات دبیر کلی پیمان ناتو ینس استولتنبرگ 5 دکبر در پایان نشستی 2 روزه وزیران کشورهای ناتو نشر شد. یک روز پیش از آن یک فرمانده بلندپایه نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا در افغانستان با اشاره به افزایش تلفات در نیروهای امنیتی افغانستان و ضرورت قبول چاره‌های فوق‌العاده دعوت کرده بود. پیمان ناتو در سال 2003 رهبری نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان را بر دوش گرفته است. در سال 2014 مقیاس عملیات ناتو در افغانستان محدود شد. فعلا نیروهای پیمان اساساً در تمرین نیروهای افغان سهمگیر می باشند. در عین زمان نیروهای ناتو به حکومت افغانستان در مقابله با طالبان و دیگر گروه‌های جنگجوی کمک می رسانند. رورم باز به خبر دیگر در شهر باکوی آذربایجان سابق رئیس خدمات گمرک قرقیزستان آدمقل جونوسوف دستگیر شد. بازداشت او را قرقیزستان درخواست کرده است. به گفته سخنگوی پلیس مالی قرقیزستان اناستاسیا پیسکور، جونوسوف 5 دکبر در فرودگاه باکو بازداشت شد. او افزود که حالا مفتشان قرقیز به باکو سفر کردند تا سابق رئیس خدمات گمرک را به وطن بازگردانند. جونوسوف با سوء استفاده از منصب متهم می شود. پلیس مالی قرقیزستان میگوید که در سالهای 2013-2016 فساد و فعالیت‌های غیرقانونی جونوسوف به قرقیزستان کمش 166 میلیون سوم یا خود بیش از 2 میلیون و 100 هزار دلار آمریکا زیان آورده است. در ماه آگوست قرقیزستان جونوسوف را به رویخط افراد مورد پیگرد قانونی شامل کرد. در قرقیزستان افراد زیادی که در سالهای 2011-2017 یعنی در دوره رهبری الماسبک اوتامقول بویف افای وظیفه کردن اساساً به اتهام فساد
تعقیب می شوند. و خبر دیگر این است که در اوکراین پیشوای فراری ازبک تباران قرقیزستان قادرجان باتیروف در سن 62 سالگی درگذشت. باتیروف بعد جنجال تابستان سال 2010 از جنوب قرقیزستان فرار کرده بود. در جنجال ماه ایونی سال 2010 قرقیزستان کمش 450 کس کشته داده بود. و بیننده ارجمند خبر دیگر داریم از همسایه کشور ازبکستان. سر از 1 ایولی سال 2019 راننده های ازبکستان حق دارند از امر ناظران راه که دوربین همراه ندارند و سندهای خود را نشان نمیدهند سرپیچی کنند. در این باره وزارت عدلیه ازبکستان روز گذشته با نشر یک اطلاعیه خبر داد نظارت پنهانی ناظران راهی وزارت امور داخلی ازبکستان در راهها منع کرده شده است. قاعده نو در دستورالعملی در ترتیب تنظیم مناسبت ناظران راه با رانندگان و استفاده دستگاه‌های مخصوص وارد شده است. این دستورالعمل را دیوان وزیران ازبکستان 1 دکبر امضا کرد. در سند آمده است که ناظران راه باید وظیفه خود را آشکارا با استفاده از دستگاه‌های مخصوصی صدایی و ویدیویی انجام دهند. مأموران وظیفه دارند از 1 ایولی سال 2019 با خود دوربین های همراه بگیرند. همچنین ناظران راه حق ندارند برای قاعده ویرانکنی که خارج از منطقه زیر نظارت آنها صورت گرفته است سند ترتیب دهند. راننده حق دارد سند ناظر راه را طلب کند تا مطمئن شود که او کارمندی همین منطقه است. و بیننده ارجمند رو آریم به خبرهای تاجیکستان. پارلمان تاجیکستان برای وارد کردن داروی پست‌صفت و مهلتش گذشته اینچنین با بیماری های سیراتی ویچ سپید و هپاتیت گرفتار کردن مشتری ها در دندان پزشکی و کاشانه های حسن از 2 تا 4000 سومانی جریمه و از 5 تا 8 سال زندان جزا تعیین کرد. بر اساس تغییراتی که روز 5 دکبر با کودکس حقوق ویرانکنی مأموری و جنایی تاجیکستان وارد شد برای تکرار این عمل از 8 تا 12 سال مقرر گردید. فعلا در تاجیکستان صدها اتاق دندان پزشکی فعالند که با گفته وکیلان سطح تخصصی دکترهای آن چندان جوابگوی معیارها نیست. و بینندگان عزیز ما در همین موضوع یک گزارش مفصل داریم که در برنامه خبری پخش شد و همین گونه آن را می توانید در کانال مخصوصی ما در یوتیوب آزادی ویدیو علاهیده تماشا کنید. در پایان این نشر نویدی بامدادی بیننده ارجمند همچنین نظر می اندازیم به قربی اسعار. بانک ملی تاجیکستان قربی 1 دلار آمریکایی را 9 سومانی و 42 درهم و 1 یورو واحد پولی اتحادیه اروپا را 10 سومانی و 70 درهم معین کرده است. 1000 روبل روسی بنابر قرب امروز مقرر کرده بانک ملی 141 سومانی ارزش دارد. بیننده ارجمند اینجا رسیدیم به پایان این نشر نویدی بامدادی. برنامه های نو و جالبی ما در پیشند. ما را در نشرهای بعدی همراهی کنید.